نوشتن داشتن مثال همون قطعی در سر قهر مثال سر غضب یک گفته همه مثال بعد سخت رسیده وایش داشتیم هم کرد بعد های پشیمان شد. از آن افسوس میخورم که در مکتب میانه ساز نخواندم و حاضر در دانشگاه عذاب میکشم. خیش تباری من در اینجا نیستم آدم است و مهاجر شده رفتم. برای این من بسیار پشیمانم که در اینجا زندگی دارم و در اینجا تحصیل کردم. البته از بازی بسیار کامپیوتر. پشیمان سخت در اینه که من خیلی خوش آمد کردم و مثلا اون دیگه که به شهری که من میخواستم با اون نشده. دیگه کس اینی تو خبر ما پشیمان شدیم. من یگان کاری نکردم که از کار کردم پشیمان شوم. هستنی که نمیتونم گفتم. فکر من کاری بد نکردم تو حاضر نکردم. У меня было, да, многих обижал, если честно. Ну, потом извинялась, конечно. بچه بیگانه که جنگ کردیم چند بار نه خیلی دو بار جنگ کردیم یعنی پشیمان شدیم برای اینکه بچه بیگناه بود همین ما هیچ خیلی کش با شیطان پای نکردم و جنگ کردم. من از اون پشیمانم که دانشگاه هم را پرتافتم و تحصیلم را تا آخر سال دوام ندادم. مثال من یک خطاگی دارم که وقت قرم عصبی شد دوستم یا که یکم آدم نزدیکم خفه میکنم. امی خفه که کردم بعد یک 3-4 دقیقه من الکت پشیمان میشم که برای چی من این کارا کردم.